زمانی که بولانی به این رنگ طلایی میرسه آدم میفهمه که خمیرش درست بوده، حرارت روغن دقیق تر بوده و با حوصله سرخشان کردیم. بولانی ها را با دو مزه متفاوت درست میکنیم. مزه اول از گندنه را با مرچ سبز، گشنیز تازه، تخم گشنیز، نمک و یک قاشق روغن مخلوطشان میکنیم. مزه دوم از کچالو یا سیب زمینی. کچالو را جوش میتیم و زمانی که 70% پخته شدن لهشان میکنیم و با پیاز ریزه شده، گشنیز تازه، مرچ سبز، زیره سیاه، مرچ سیاه، نمک و یک قاشق روغن مخلوطشان میکنیم. خمیر بولانی را صاف و هموار میکنیم و طریقه پر کردن بولانی را خودتان در ویدیو مشاهده کردین. بولانی ها را در روغن داغ با حرارت متوسط سرخ میکنیم که به این اندازه رنگش طلایی بشه. ما افغانا بولانی را با چکنی یا چتنی نوشیجان میکنیم. اگر از ویدیو خوشتان آمد حتما ویدیو را لایک کنین، شیر کنین و سیو کنین که از پیشتان گم نشه. یادتان نره که پیج مرا حتما فالو کنین.